سلام. روز 28 شهریور توی شورای امنیت یک قطعنامه‌ای رو به رأی گذاشتن که ظاهراً یه ربطی هم داشته به حکومت سیدعلی، که اما قرار ذهن بسیجی‌ها زیاد مشوش این چیزها نشود. در شورای امنیت مطرح شده که آقا بیایید این تحریم‌های سازمان ملل بر علیه ایران رو کلاً ملغاش کنیم. اسنپ بک و ماجرای ماشه و ترویکای اروپایی داره مسیر خودش رو طی میکنه و به روایتی اگر این پیشنهاد یعنی لغو تحریم‌های سازمان ملل به تأیید میرسید، اسنپ بک از حیز انتفاع خارج بود. حالا که به تأیید نرسیده، چه اتفاقی میفته؟ اسنپ بک مسیر خودش رو طی میکنه و به روایتی تا 5 روز دیگه فعال میشه. تا این 5 روزه سپری بشه، ماشه بشه ماشه نشه، یه به قول معروف آمده شده صورت میگیره. زیاد ذهنتون رو مشوش این چیزا نکنید. همونطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودن، زندگیتون رو بکنین و بذارین جریان زندگی ادامه داشته باشه. یه جوری میگه به روایتی اسنپ بک داره مسیر خودش رو طی میکنه که انگار قرار با هم برن مسافرت، داره تو جاده چالوس مسیر طی میکنه. بابا قرار اسنپ بک فعال بشه، یعنی همه اون تحریم های شورای امنیت که به خاطر برجام تعلیق شده بود به یک باره برمیگرده. داری دوباره برمیگردی زیر فصل 7. نکنهشون 10 سال گذشته یادت رفته اون موقع کجا بودید و با برجام از چی خارج شده بودید؟ این کاری که انجام گرفت یعنی همه قطعنامه‌هایی که علیه ما بود که ان لم یکن شد، یعنی یک پرونده بزرگی که اینا میخواستن 10 سال ادامه بدن. پرونده PMD بسته شد، مشخص شد که تحریم تسلیحاتی ایران برداشته خواهد شد، حسابهای بانکی ما باز شد، اعتبارات باز شد، تمام قطعاتی که در بندرها متوقف شده بود آزاد شد. نفت ما یه مرتبه از 900,000 بشکه رفت به 2,800,000 بشکه و جمهوری اسلامی ایران ظرف 2 سال و 4 ماه مذاکره تونست کشور رو از فصل 7 بیرون بیاره. ببین این دوران 10 ساله بخور سپاه و بسیج و اطلاعات داره تموم میشه. اون سلاحی که میفروختید پهباد و مهباد و اینا دورانش سر اومد. موشک میفرستادی برای حوثی‌ها، دیگه تموم شد. فروش نفت که میگه از 900,000 بشکه رسید به 2,800,000. اسنپ بک یعنی نه تنها تحریم های شورای امنیت برمیگرده، بلکه شدیدتر هم اعمال میشه. با توجه به پیشرفت‌های هوش مصنوعی، با توجه به پیشرفت‌های اطلاعات ماهواره‌ای، سیستم‌های هشداردهی اولیه، به نظر میرسه که متاسفانه این بار اجرای تحریم‌ها سختگیرانه‌تر با دقت بیشتری اجرا خواهد شد. پس بنابراین از همون مبدا میتونه اینا به غلامیانه ردش بزنن. این نکته اول. نکته دومی که متاسفانه هست و بارها اینجا بحث کردیم، اون تصویریه که الان کشورهای همسایه حتی دیگران دارن، مبنی بر اینکه ایران نسبت به در واقع اون سالی که 94 که برجام منعقد شد ضعیف‌تر شده. یعنی کشورهای همسایه هم احتمال میدم که سختگیرانه‌تر از قبل با ما برخورد کنن و حتی اون دور زدن‌های تحریمی که حالا نادیده می‌گرفتن اینا انجام ندن. نکته بعدی که در واقع وجود داره این هست که این بار در واقع اونا تجربه گذشته رو دارن. یعنی چی؟ منظورم اینه که راه‌های دور زدن تحریم‌ها رو اونها هم همونطوری که ما یاد گرفتیم اونها هم یاد گرفتن. حالا این قطعنامه‌های شورای امنیت که قرار سختگیرانه‌تر هم برگردن و این ماجرای شورای امنیت به خاطر پرونده هسته‌ای اصلا از کجا شروع شد؟ مسئله پرونده هسته ایران مشخصاً در سال اوت 2002 مرداد 1381 در سطح بین المللی مورد بحث جدی قرار گرفت. اتفاقی که در این تاریخ افتاد، در مرداد 1381 افتاد، این بود که به اصطلاح افشا شد، به تعبیر یا رو شد که ایران مشغول غنیسازی هست. این که این اتفاق چطوری افتاد و کی افشا کرد معلوم نیست ها؟ بریم ببینیم اون روز چه اتفاقی افتاد. Now the second project, the Arak top secret project, this project started back in 1996. خبرگزاری یونایتد پرس نیز گزارش داد علیرضا جعفرزاده سخنگوی شورای ملی مقاومت روز چهارشنبه گفت که 2 تأسیسات عظیم در ایران در حال ساخته شدن میباشند که درگیر تولید سوخت هسته‌ای با کیفیت تسلیحاتی خواهند بود.
خبرش اینه نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در یک کنفرانس بزرگ مطبوعاتی سایت‌های مخفی و پروژه‌های جدید هسته‌ای، میکروبی و شیمیایی رژیم آخوندی را فاش کرد. از اینجا دیگه یه چیزی به اسم تله اتمی به گردن خامنه‌ای افتاد و دیگه بعدش پی در پی. این ماجرا از تیر 81 شروع شد. یه گروهی از منافقین اومدن یه گزارش‌های منتشر کردن از نطنز و عراق و این حرفا، حساسیت درست شد، آژانس وارد شد، بعد قطعنامه‌های شورای حکام پی در پی. بله، شورای حکام پی در پی قطعنامه داد و خیلی سریع پرونده رژیم رفت شورای امنیت و اونجا هم پی در پی قطعنامه صادر شد. حالا اون 6 قطعنامه شورای امنیت که قراره با اسنپ بک برگرده شامل چه چیزهایی میشه؟ اولین قطعنامه‌ای که علیه جمهوری اسلامی ایران انجام شد در سال 2006 هست، قطعنامه 1696 هست. تحریم‌های الزام‌آور علیه جمهوری اسلامی شامل ممنوعیت تجارت مواد و فناوری مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشکی است. موضوعات مربوط به قطعنامه 1737 هم دقیقاً همین رو میگه. قطعنامه 1747 ممنوعیت صادرات تسلیحات از ایران، محدودیت‌های مالی و تجاری علیه برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران. قطعنامه 1803 هست. محتواش تشدید تحریم‌ها شامل محدودیت‌های بیشتر بر تجارت موارد حساس هسته‌ای، نظارت بر بانک‌های ایرانی. تمام این قطعنامه 6 قطعنامه‌ای که علیه جمهوری اسلامی ایران قبل از برجام توسط سازمان ملل انجام شده در 2 سرفصل قرار می‌گیره. یکی موضوعات مرتبط با حوزه هسته‌ای که موضوعات مرتبط با حوزه موشکی. یه جوری میگه فقط هسته‌ای و موشکی داره تحریم میشه که انگار مثلا خیار و بادمجون رو میخوان تحریم کنن. بابا شما به خاطر همین پروژه هسته‌ای پدر ملت رو در آوردید، کشور رو به جنگ کشوندید. خسارتی که به خاطر پروژه اتمی به اقتصاد مملکت زدید هنوز ملت دارن ازش رنج میکشن. دانشگاه علامه یک تحقیق فکتوال عینی دقیق انجام داد که از 2011 تا 2022 ما 1,190 دلار خسارت مستقیم و غیر مستقیم برنامه اتمی رو داشتیم. 1195 میلیارد، یعنی 1,195,195 غیر از برآوردها. حالا برآوردها که میگه این میگه ظرف 10 سال، برآوردهایی که میگن ظرف 20 سال خب رقم‌های خیلی بزرگتر مطرح میکنن. فقط تو 10 سال برای این پروژه ضد مردمی 1195 میلیارد دلار دود کردی رفته هوا. بعد به جای اینکه حساب این رو پس بدی میخوای اینجوری مینیمیزه کنی که فقط موشکی و هسته‌ای داره تحریم میشه، در صورتی که فکر کنیم 100% برگرده. اون 6 تحریمی که از اون نام بردیم تنها و تنها موضوعات مربوط به حوزه فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی که چه ارتباط به حوزه بانک داره، چه حوزه کشتیرانی و حمل و نقل داره، موضوعات مختلف داره، هیچ ارتباطی. بله، این تحریم‌های سازمانن اینا که الان مصوب شده فقط کافیه مردم یه سرچ بکنن به خوبی مشخصه که محتواش چه چیزی است. ببین مگه تمام پوز اقتدار خامنه‌ای تا به حال با همین موشکی و هسته‌ایش نبود؟ مگه تا به حال همش با این پوز نمیداد که ما موشک داریم، فاتح داریم، سلیمانی داریم؟ همونها رو دارن با همین اسنپ بک قیچی میکنن. خود ولی فقیهش فهمیده که اوضاع داره قمر در عقرب میشه و بحران‌های نظام مضاعف میشه. اون 10 سالی که بنا شده بود که پرونده ایران در آژانس عادی بشه این روزا تمام شد. امروز شما ملاحظه کنید نه تنها پرونده عادی نشده بلکه مشکلات هسته‌ای کشور در شورای امنیت سازمان ملل و در هسته‌ای مضاعف شده، چند برابرم شده. آخه در مونده پرونده برای کسی عادی میشه که عادی رفتار کنه، نه اینکه مثل تو بره اورانیوم رو 60% غنی سازی کنه بعد 2 قرتونیمش هم باقی باشه که چرا پرونده ما بسته نشد. این غنی سازی رو کشورهایی که میخوان سلاح هسته‌ای درست کنن تا 90% خلوص هم میبرن. ما چون احتیاج به سلاح نداریم تا اونجا بالا نبردیم، تا 60% بالا بردیم که رقم خیلی بالایی است، رقم خیلی خوبی است و برای برخی از کارهای مورد نیازمون در کشور لازمه. هم خودش میگه 60% رقم خیلی بالاییه، هم بعدش میگه خیلی خوبه. برای چه کاری 60% خوبه؟ برای چه کاری لازمه؟ مردم از جهات مختلف از غنیسازی از ماده اورانیوم غنیسازی شده سود میبرن و استفاده میکنن و در زندگی مردم اثر میگذاره، از جمله در کشاورزی،
از جمله در صنعت و مواد، در مسئله محیط زیست و منابع طبیعی تأثیر داره، در ایجاد انرژی برق هم که خب تأثیر واضحی داره. در برق که واقعا تأثیرش واضحه، یعنی 2 تریلیون دلار از سرمایه مملکت رو گذاشتی توی پروژه هسته‌ای که آخرش روزی 4 ساعت بی برقی بدی به ملت. این از برقه. اون از کشاورزیت که هر روز کشاورزا توی خیابونن. محیط زیست هم که دیگه اثر من الشمسه، از فرونشست و جنگل سوزی بگیر تا خشکاندن دریاچه ها و رودخونه ها. تو فقط من بگو این 60% رو واسه چی می‌خواستی؟ ببین ما اول که وارد این فعالیت هسته‌ای شدیم واقعا هدفمون ساخت بمب بود دیگه، ما تعارف که نداریم، منتها نتونستیم حفظش کنیم، نتونستیم محرمانه بودنش رو حفظ کنیم و لو رفت دیگه. حالا منافقین گزارش دادن و لو رفت. ولی هدف این بود که بسازیم. اون حالا که شروع کرده بودیم و دیگه می‌خواستیم این کارو، خب بیرون شما اگه میتونستیم اینو حفظش کنیم و بمب آزمایش می‌کردیم کار تموم شده بود. مثل پاکستان کشاورزی ها؟ حقه باز. محیط زیستت این بود ها؟ بعد میگه چرا پرونده هسته‌ای ما عادی نمیشه؟ آخه شما اینقدر کلک زدید، اینقدر دروغ گفتید که از چوپان دروغگو اعاده حیثیت شده. الان اگر بخوای از دست این تحریما خلاص شی باید زهر بخوری اساسی. بحثایی که اروپایی‌ها دارند، مورد اول میگن آقا با آمریکایی‌ها بیاید مذاکره کنید. مذاکره آمریکایی‌ها درباره چیه؟ یکی مسائل منطقیه، اونا میگن تروریسم، یکی هم قابلیت موشکی ایرانی. پس از توی این یکی خلع سلاح حزب الله و حشد شعبی در میاد، یکی هم بحث کاهش برد موشک‌ها. نکته دوم بحث همکاری بی قید و شرط با آژانس، یعنی اینکه بازرسی‌ها انجام بشه، یعنی که همه دیتاهای شما در اختیار اونا قرار بگیره. و نکته سوم تعلیق غنی‌سازی. داره میگه نقطتون اینجاست که تو این سازوکار اسنپ بک که فعال شده اگر بخواید متوقفش کنید باید ولی فقیهتون به چنین شرط‌هایی گردن بذاره تا طرف مقابل کوتاه بیاد. هدف طرف‌های غربی این هستش که از داستان اسنپ بک استفاده کنن، ببینن طرف ایرانی رو با همین فشارهای روانی و سیاسی و اینها میتونن به سمتی ببرن که میخوان. حالا اون دوتا درخواست غربی ها چیه؟ درخواست اولشون این هستش که ما اومدیم سایت های هستی شما رو بمباران کردیم، منتها بین نهادهای اطلاعاتیمون اختلافه که کجاها خورده، چقدر خورده و چقدر مونده و اون اورانیوم غنی شده کجاست. از این جهت شما بیاید این اطلاعات رو به ما بدید. درخواست دومشون هم این هستش که این موشک‌هایی که شما دارید اگر شما برید زل MTCR مثل تکنولوژی کنترل رژیم کنترل موشک‌های بالستیک، اگر کشوری زل اون متن بره برد موشکش بیش از 300 کیلومتر نمیشه. خلاصه حرف غربی‌ها این هستش که به ما اطلاعات بدید، ما دوباره بتونیم به سایت‌های هستی شما این بار با دقت بیشتری حمله کنیم. بعد که شما بخواید موشک بزنید این همون کربلا و نجف و اینا بخوره، چون 300 کیلومتر همون حدود هستش. بعد همه این کارا هم که بکنی، نه اینکه تحریما لغو بشه و قضیه ختم به خیر بشه، نه، فقط برای 6 ماه دیگه همین وضعیت معلق و سرگردونی که دارید ادامه پیدا میکنه و بعد دوباره میرسیم به همین نقطه. تنها راهی که تحریما برنگرده الان تو این بازه این هست که من گفتم خدمتتون ما تمام درهای کشور رو باز بکنیم، همه اطلاعات حساس نه فقط هسته‌ای بلکه مراکز نظامی خودمون رو هم در اختیار طرف‌های مقابل قرار بدیم، چون برنامه موشکی ایران رو هم در موردش سوال دارم. یعنی لیست خواسته هایی که الان طرف‌های مقابل داره خیلی لیست بلند بالا و در واقع غیر قابل قبولی هستش و اگر ما همه اینها رو قبول کنیم تازه نقطه‌ای که بهش میرسیم رفع تحریم ها نیست، تعلیق تحریم ها، یعنی فرایندی مثل اسنپ بک دوباره برگ خواهد گشت، اون هم به واسطه مثلا 6 ماه آینده، یعنی به ما یه واسطه 6 ماه داده می شود که همه اون اطلاعاتی رو که قبول کردیم در اختیار اونها بذاریم رو در اختیارشون بذاریم. خلاصه بخوام بگم اینه که این اسنپ بک که فعال شده داره میگه یا قطعنامه‌های شورای امنیت که شما رو میبره ذیل فصل 7 منشور ملل متحد و اون محدودیت‌ها رو برای غنی‌سازی و موشکی و تحریم تسلیحاتی و رو باید بپذیری،
یا اگر میخوای اون نشه خودت باید بیای با دست خودت همه درها رو باز کنی و بدی و صفر کنی و این حرفا. یعنی بسیجی موقعیت ولی فقیه اینه، یا باید خودش بده یا میان دندون موشکی و هسته سید علی رو میکشن. این همون اسنپ بکیه که میگفتن وجود نداره ها. هم اسم ماشه و هم اسم اسنپ بک که آمریکایی‌ها ازش استفاده میکنن، هیچ کدوم از اینا در قطعنامه 2231 یا در برجام نیامده. اسنپ بکی تو قطعنامه وجود نداره. مکانیزم ماشه قابل عملیاتی شدن نیست. بله، حالا الان که توی چنین هچلی افتادن وقت شاخ زدن به همدیگه رسیده. هر طرف هم میخواد اون یکی رو مقصر این وضعیت بدونه و دیگه بعضیاشون رسما خواهان محاکمه حریف شدن. خب بحث‌های قدیمی از همون ابتدایی که برجام داشت تصویب میشد وجود داشت که آیا میشه این اقدام انجام بشه که تحریم‌ها برگردن یا نه، که خب آقای ظریف و آقای عراقچی و آقای روحانی و متعدد در صحبت‌های خودشون اون موقع میگفتن که نه این امکان نداره و الان ما داریم میبینیم که همون کسایی که اون موقع در واقع امضا کردن برجام رو و این سند رو تحمیل کردن واقعا به کشور ایران، همونها دارن میگن برای اینکه الان مکانیزم ماشه فعال نشه چه کاری باید کرد. واقعا قوه قضاییه در این موضوع الان نباید ورودی بکنه، واقعا قوه قضاییه اینجا باید ورود بکنه و بالاخره باید یک چند نفر بابت این موضوع پاسخگو باشن. این سوال مهمیه تو نظام که کیا بودن که پشت برجام بودن و این سند رو به نظام تحمیل کردند. اگر کمی توی خبرها عقب بریم برسیم به همون دوران سالهای اول بخور برجام، میبینیم که رئیس وقت مجلس آخوندی میگه برجام تصمیم درست مجموعه نظام بود. قالیباف هم گفته بود که برجام تصمیم نظام بود و هر دولتی همین راه را میرفت. رئیس قوه قضاییه اون موقع هم گفته که برجام تصمیم عاقلانه نظام بود. روباه بنفشم که دیگه آدرس همه رو لو میده. و بعدم در مسئله برجام رهبری معظم انقلاب ما رو هدایت نمی کرد، مجلس کمک نمی کرد، شورای نگهبان کمک نمی کرد، شورای عالی امنیت ملی کمک نمی کرد، ما به هدف نمی رسیدیم. همه دست به دست هم دادیم در یک مقطع حساس و ما تونستیم این موفقیت رو به دست بیاریم. یعنی اگر میخوای ببینی که مقصر کیه باید بری ببینی که از همون اول که کلنگ پروژه ضد مردمی هسته‌ای رو زدید چی تو کلتون بود؟ توی این سالیان تو چه توهمی سیر میکردید که رفتی دنبال این ماجراجویی؟ در دولت قبلی رئیس گروه مشاورین وزیر محترم امور خارجه در حضور وزیر بحثی رو مطرح کرده بودن که ما در وضعیتی هستیم که در نظام بین‌الملل که 5 تا قدرت وجود داره در نظام بین‌الملل، یکی آمریکا، یکی روسیه، یکی چین، یکی اتحادیه اروپا و یکی ایران. که من تعجب کردم که توی این وضعیت مثلا من تا حالا ندیده بودم کسی بگه ما قدرت بین‌المللی هستیم. در اینجا شگفتی ما به پایان نرسید. ایشون در ادامهش فرمودن که اتحادیه اروپا که پیر شده و در حال نابودی، آمریکا در حال فروپاشی، روسیه با حمله به اوکراین نابود شده، چین هم با مشکلات جدی مواجهه، بنابراین ابرقدرتی در جهان جز ما باقی نمونده. و این واقعیته و هیچ کس توی اون جلسه خندش نگرفت. حالا که کار به اینجا رسیده و اون رویای برجام به طور کامل دفن شده، بعضیاشون قاطی کردن و خیلی رو میگن دیگه الان وقتشه که بریم دنبال بمب، نه بمب کنار جاده‌ای، قشنگ بمب اتم. توقع مردم اینه اگر اونو اقدامی کردن تو باید اقدام متقابل بکنی و حتی تا سلاح هسته‌ایش هم هست. پس شما می‌فهمید که باید بسازیم. من اینجوری فهمیدم. من از ابتدا اعتقاد داشتم که باید خیلی وقت پیش می‌ساختیم. زودتر از اینها می‌ساختیم. حتی اگر ریل NPT بودیم. همیشه طرفدار ساختن بمب اتم بودم چون ما گفتم هزینه‌اشو پرداخت کردیم از قبل. اما الان ببینید شما 60% 400 کیلو 60% داری. این یعنی چی؟ یعنی چی؟ معنیش چیه؟ از نظر مردم دنیا معنیش چیه؟ اون 60% برای چی داری؟ به سمت ساخت بمب بری. کجا قرار استفادهش کنی؟ یک توجیه استفاده کشوری که میخوان کارو داره. یعنی شما موافقید به سمت ساخت سلاح بریم؟ من بله. صراحتاً میگم.
البته در برابر راه حل ساختن بمب یک طیف دیگه شون نظر مخالف دارن و میگن حتی اگر بمب رو هم بسازیم دردی دوا نمیکنه. بازدارندگی هسته‌ای مستلزم اینه که مثلا فرض بفرمایید شما 30 تا بمب هسته‌ای داشته باشید، 10 تاشو تست کنی که از این تست های گرم حداقل نیمی از اونها به صورت کلاهک رو موشک بالستیک باشه و بعد از اینی که چرا 10 تا رو تست، مثلا پاکستان 6 تا رو تست کرد، چرا 6 تا؟ برای اینکه نشون بده توان تکرارش رو دارم. بعد از اون 20 تا از این موشک‌های مثلا دارای کلاهک هسته‌ای در اقصا نقاط کشور ما اینها روی لانچرها آماده باشه. همچین توانی رو ما حتی اگر بخوایم هم نداریم. بمب اتمی هم نمیتونه ابزار بازدارندگی باشه مگر اینکه لوازمش به صورت حرفه‌ای و دقیق فراهم شده باشه. همون بمب اتم در داخل کشور خودش میتونه بلای جانش بشه اگه توانایی ضربه دوم نداشته باشه و توانایی ضربه دوم سه‌پایه نداشته باشه، یعنی زیردریایی، موشک و هواپیما. نمیخوایم بمب اتمی داشته باشیم، باید در مورد غنیسازی 60% انعطاف داشته باشیم. پس یکی از سوالاتی که الان توی نظام مطرحه اینه که حالا که دوران 10 ساله برجام تموم شده و همه چیز میخواد به بدتر از قبل برگرده، چرا نمیتونن هیچ انعطافی نشون بدن؟ چون وضعیت خودشون بسیار عرصه لرزان میبینن از جهت موقعیت اجتماعیشون، به این خاطر تلاش میکنن که هیچ تحول اجتماعی صورت نگیره. چون اگه تحول اجتماعی صورت بگیره پایگاه اجتماعیشون بسیار ضعیفه و سرمایه اجتماعی ندارن، چون که فاقد سرمایه اجتماعی هستن، به همین خاطر با هر تغییری مخالفن. مشکلشون هم فقط این نیست که نمیتونن انعطافی نشون بدن، بلکه همین مخمسه‌ای که توش هستن هم اگر ادامه پیدا کنه اینم واسه خامنه‌ای عاقبت نداره. موقعیت نه جنگ نه صلحی که وجود داره اتفاقا موقعیتی است که به شدت دشمن از اون استقبال میکنه. با این موقعیت باعث میشه که سرمایه گذاران ما و کارخانه‌داران ما به نقطه استیصال برسن، بگن نمیتونیم و سرمایه‌شون رو از کشور خارج بکنن. چه چیزی بهتر از این برای اینکه بخواد به سمت آشوب خیابانی مردم رو بکشونه؟ اولا فقر اون که دیگه از اینجا در میاد که دولت شب بلند میخوابه، صبح بلند میشه 70% ارزش پول ملی کشور رو دستوری از بین میبره. این یعنی فقر. ببینید طاقت تحمل تورم برای مردم تمام شده آقای دکتر. پدر مردم در آمده. زنجیر صبر مردم داره پاره میشه. اینو بفهمیم. بله، اون چیزی که بیشتر از اسنپ بک و تحریم و قطعنامه‌های شورای امنیت اینها رو دچار ترس و لرز کرده اینه که زیر پای خودشون، یعنی همین مردم، زنجیر صبرشون پاره بشه. به خصوص که ملت دارن میبینن خامنه‌ای ضعیف‌تر از همیشه دندوناش هم داره کشیده میشه پی در پی. وقت بخیر و خدا نگهدار.